السلام علیکم داملا حاجی مرزا. 6 سال می شود که شوهر من در بستر بیماری خواب است. یک چند مراتبه موی سرش را خودم گرفتم، لیکن آدمان میگن که اگر زن موی سر شوهر را گیرد نکاحش بریده می شود. شما از نقطه نظر اسلام این را چقدر شرح می دهید؟ التماس جوابش را همین روز گردانید. من چند بار برای همه شما اعلام کردم، باز اعلام میکنم، همین زنک ها را فتواهاشون گوش نکنید، زیرا همه اونها بی سواد هستند. هیچ کدام اونها یگان مدرسه تمام نکردند، هیچ کدام اونها یگان مفسر قرآن و محدث نیستند. از این خاطر این زنی که موی سر شوهر می تراشد در حالتی که شوهر احتیاج به همین زن دارد، به خدا قسم در هر یک تار موی او تو 10 حسنات میگیری، در هر یک تار موی او. این احترام شوهر از همه بالاست. نکاح بریده نمی شود. پیغمبر خدا میگویند اذا غسلت المرأة ثياب زوجها كتب الله لها 1000 حسنه و غفر لها 1000 خطیئه. کدام زنی که اگر لباسهای چرکین شوهر میگیرد و در یک ظرف می اندازد و با دستهای نازک خود می شوید برای احترام شوهرش، برای که شوهرش لباس تازه پوشد، او را برده دستمال میکند و در دست شوهرش میدهد، پیغمبر خدا گفت در هر لباس شستگیت 1000 ثواب در نامه اعمال نویساده می شود و 1000 خطاهای تو را خداوند کوره میکند به خاطر لباس او را شستن. خوش به حال همون زنی که در این خیل حالت مونیس همون شوهرش می شود، شوهرش احترام میکند، بدن او را تازه میکند، موی سری او را میگیرد، کدام موی هایی که لازم باشد تازه میکند، بدن او را دائم پاکیزه نگه میدارد، بسترهای او را عوض میکند تا که رفیقان او آمده دیده از جایگاه خواب او حتی که چیکار کنند خرسند شوند که چی زنی مسلمانی داشته است. پیغمبر خدا میگوید قمت علی باب الجنه فاذا عامت من دخلها المساکین. من وقتی که شب معراج نزد در جنت بودم، نگاه کردم در جنت فقط فقیرها و مسکینها در آمده ایستادند، فقط فقیرها و مسکینها را خدا وارد جنت کرده ایستاده است. و کنت علی باب النار، لیکن وقتی که نزد دروازه دوزخ ایستادم، دخلها عامة من النساء، یکی وقتی دروازه دوزخ را نگاه کردم، هر کسی که داخل می شود دوزخ فقط زنها بودند، اکثریت زنها را در دوزخ دیدیم. به خاطر چی است؟ پیغمبر خدا وقتی روز عید این سخن گفت، زنها گفتند به خاطر چی ای پیغمبر اینقدر زنها وارد دوزخ شدند؟ گفت زیرا شما درشت زبان هستید، زیرا شما